بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و همراهان گرامی. ما مردانشاه رو شکست دادیم و رسیدیم به چرخ سرنوشت و با خود مردانشاه باید بازی کنیم و داستان ببینیم چیه. سپاه پهلوانان مردانشاه را دنبال کردیم. در راه با اوسیج پرخاش کردم که چرا مدام آغازگر جنگ است. گفت تو جوانی و نمیدانی تاریکی چقدر میتواند قوی باشد. هر لحظه که در دل خود تردیدی راه میدهی کار تاریکی است. یک فرمانده قوی نباید بگذارد شک در دلش رخنه پیدا کند. مجددا به سپاه مردانشاه رسیدیم. به اوسیج گفتم حق حمله ندارد و سپاهش را در گوشه‌ای نگه دارد. به تنهایی نزد مردانشاه رفتم. از او خواستم هرچه میداند برایم بازگو کند. مرا به کنار آتشی دعوت کرد و برایم گفت تو فرزند کوچک پادشاهی. وقتی که به دنیا آمدی پیشگویی ها از پایان سلطنت پدرت به دست تو سخن میگفت. پادشاه از ما مشورت خواست و در نهایت تصمیم بر آن شد که تو به صورت پنهانی زنده بمانی، ولی به مردم گفته شد که تو مرده‌ای و پیشگویی ها غلط از آب در آمده است. اما کسی آنجا بود که رأی به کشته شدن تو داشت. اوسیج. او فکر میکرد با زنده ماندن تو خطری بزرگ قدرت کاهنان را تهدید کند و از قداست دروغین آنان میکاهد. به ناگاه دیدیم که کاهنان دارن به سمت ما یورش میآورند. این بار من دوش به دوش مردانشاه میجنگیدم. هیچ. اوسیجم برای ما شاخ شده. او با کارت مردانشاهیم. ای بابا، دیگه بخوام طرف ببره دیگه باید چیکار کنم؟ بهترین کارتا رو دادن دستش، مزخرفترین کارتا رو دادن دست ما. ببینیم چطور میشه من یه دونه صدا رو زیاد کنم. خب ما شیردل رو میذاریم ضربه فقط به اوسیج. این کارت شیردل چیکار میکنه؟ یکی از کارت دو طرفش رو سطح سلامت و خونش رو سیم. حالا ما توس رو میذاریم و اوسیج اصلا شانسی در برابر ما نداره برای برد، چون کارت مردانشاه کارت دستش که باش میزنیم خیلی همانند مچ و قویه. یه یعلا میمونه 16 ضربه 3 ضربه 3 ضربه. به همین راحتی این مرحله رو بردیم و ببینیم بازم داستان داریم. بله خب پس من اینجا یه اسکرین بگیرم، این به دردمون میخوره. من از خیانت اوسیج شوکه شده بودم. اوسیج به سمت شرق گریخت و من همراه فرماندهان سوار مرکب های ما شدیم و به دنبال او حرکت کردیم. مردانشاه هم همراهیم ما میکرد. هنگام سواری بودیم که از مردانشاه پرسیدم من را سوالی به سرزمین شما کشاند. بزرگوار، آیا تو اعضای شورای دیوان را میشناسی؟ در شمال با آکومن جنگیدیم و نام آنلیل و جادوی سیاه را شنیدم. آیا تو از نقشه تاریکی خبر داری؟ مردانشاه سرعتش را کم کرد. کنار هم سوار بر اسب ایستاده بودیم که مردانشاه به یاد آورد. چندین سال پیش با لوحی سنگی و باستانی برخورد کردم که از حضور موجودات اهریمنی پرقدرتی در گذشته صحبت می کرد. 7 دیو و 3 اهرمن. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 دیو، اینم 1 2 3 تا اهرمن که اینا تشکیل داد. 7 دیو و 3 اهرمن.
اسم تعدادی از آنها روی لوح پاک شده بود. با این وجود هنوز اسم چند تن از آنها را به خاطر دارم و البته بعضی از آنها را هم میشناسم: آکومن، سهم دیو، ساول دیو، رشک دیو و هومببه. اما اما از طلسم سیاه و توانایی های آن اطلاع ندارم. دوستان با این هومببه ما در جلوتر مسابقه میدیم. وراز از دوردست ما را صدا زد. دوباره اسب‌هایمان را به راه انداختیم. مردانشاه ادامه داد: سهم دیو تا چند سال قبل همین حوالی زندگی کرد و دائم با پهلوانان در جنگ بود. اما همان سالها به سمت شما رفت و یکی از پهلوانان پیش از آن که صحبتش تمام شد به جنگل‌های سیستان رسیدیم. خب باید بریم جنگل ننگ که با این یاغی خائن مبارزه کنیم. گوهر میدم که سریع بریم. خب بریم اینو چکبرش کنیم تا دیگه خیانت نکن. خب اوسیج و سپاهیانش پس از شکست به سمت جنگل فرار کردن. هژبر به من گفت اوسیج را به وی بسپارم. بسپر ببینیم هژبر چیکار میکنه. الان یه دسته کارت داغون میدن و ما میگن برو باش بجنگ. خدا شکر دسته کارت خودمونه. البته دسته کارت خودمونم داغونه. خب اما اول کار اشتباه میکنه به نفع ما. یه قولک میندازم که مدافع و بعد مرگشم برنه یه ضربه میزنم. رشتانک رو میندازم یه ضربه به اوسیج و بعدیش میخوام حامی گروه رو بندازم. نه چون این کارت رو انداخته حمله حیوانات رو میزنم این کارت رو بین برم. چون قوی بشه به قولی ریشه بدواند دیگه حریفش نمیشه. آداب ها رو میندازه. این هر بار ضربه بخوره خونش در پایان نوبت خودشون پر میشه. اگرم بمیره همه کارت های حریف رو خاموش میکنن. کارت ناجوان مردانه ایه. فعلا که علنا نگاری بردیم. حالا میریم چیکار میکنیم؟ استودات رو میندازیم دست پیش میگیریم که اگه کارتی هم انداخت کارتش به فنا بره. دیو رو میندازیم. این کارت باله تو دسته دیو هست. اسمش دیو هست و همین. حالا ما خیلی راحت ایشون و ایشون رو وارد میکنیم. حالا خیلی راحت تر این حرکت رو میکنیم. 6 8 اینم 2. بذار این کارت هم نزنیمش. به راحتی شکست میکنیم. خب ببینیم چی میاد. این عکس هم عکس بگیم شاید کاور کردیم. معمولا یکی این عکس ها رو کاور میکنم. هژبر اوسیج را به درختی دوخته بود که من نزدش رفتم. به او گفتم که مردانشاه همه چیز را برای من گفته است. به او گفتم برایم دلیلی بیاور که از جانت بگذرم. پاسخ داد چیزی قوی تر از نور نیست و مردم باید این را بدانند. اگه قرار است چیزی عوض بشد به دست آن است. ما صاحبان نور شرمنده میشه اگر افتخار مبارزه با تاریکی به دست دیگری بیفتد. به او گفتم بهتر است این حرفها را برای باقی فرماندهان بازگو نکنی، زیرا بیشتر از این که هست از تو متنفر خواهند شد. جانت را میبخشم به شرط فرمان برداری. یک اشتباه کافی است تا تو را به دهاک و هژبر بسپارم. خب اینجا دشت هماوردان نه. اینجا باید بریم به تپه آزمایش. دست کارت حریف. اوه لهراس داره، اسفندیار، بهرام، آژیداک، آرش. هیچ. خب میریم به تپه آزمایش. توی این مراحل داره گوهرها خوبی بهمون میده. تو تپه آزمایش همونجا که ما تپه نذاشتیم همون هژبر رو برمیداریم. دوباره عکس و داستان.
همراه مردانشاه بر فراز تپه‌ای رفتیم. سرزمینی کویری روبروی خود دیدیم. با من گفت ما را با پایتخت نشینان کاری نبود. مروت و کاخنشینی با هم همراه نمی‌شود. قاتلان پدرت موجوداتی بودند از این سرزمین. هنگام حمله به دژ ما در سرزمین آن بودیم و پیامی از پادشاه برای کمک دریافت نکردیم، به خصوص که پادشاه محافظانی را به خدمت گرفته بود. با خود گفتم لابد به کمک ما احتیاجی ندارد. به او گفتم همراه من شو تا به کین پدر و سرزمین بر این فرزندان شن تیغ کشیم. پاسخ داد تو رو به یک مبارزه دوستانه دعوت میکنم. شرط همراهی من با تو پیروزی در این مسابقه است. هیچی، هر کمه اون میرسه شرط بذاره. ما یه کارت قرمز زدیم، آقا 4 تا کارت قرمز داره. خب فعلا مشتانک رو داریم میندازیم. بیا خب معلومه دیگه نتیجه این مسابقه چیه. بهترین جا الان برای اینه که ترافیک نگاه رو بندازیم. اگه مرد آزمایی رو نندازه که انداخت. رشدانک رو بندازیم تو، شلیک منورم بذاریم که هی کارت بکشه. ای بابا باید ریسک کنیم، ولی نه دوتا روک شدیم، ریسک نمی کنیم. اسفندیار رو میدید چطوری باید نابود کنیم. ما میریم اینجا، اینو میزنیم به این. اسفندیار با هر قدرتی، با قدرت ضربه 100 هم بهش حمله کنی فقط یه ضربه میخوره، مگر اینکه خاموشه، اما با جادو راحت نابود میشه. لهراس یا لهراس که لهراس درسته تراشه، وقتی که میاد تو زمین قدرت ضربه همه کارتا رو یک میکنه. هر بارم که یه کارت دست خودش نابود بشه مثبت یه قدرت ضربه و مثبت فکر کنم یک سطح سلامت، نه فقط مثبت یک قدرت ضربه. پس ما میایم از شر این جانور هم باید تموم شیم، خلاص شیم. نشان شکار رو یه قولک حله، ولی فعلا گودرز رو میندازیم که اگه کارتا قوی انداختن نشان شکار رو قولک استفاده کنیم، مثل آژیل هاک که واقعا باید نابود بشه. کارت بسیار 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 خطرناک. پس فعلا یه قولک همینطوری میندازیم ببینیم چی میشه، چون 2 تا قولک داریم. حالا نشان شکار، سطح سلامت همه یک شد، قولک. ببینم از این چطوری میخواد فرار کنه. اینم از موقعیت به نفع ما. نگفتم موقعیت به نفع ما.
5 و 4 9 با 1 10 با 3 13 نمیتونم. 14 میتونم. امیدوارم با یکیشون تمام دیگه نمیتونم به راحتی بردیمش. اینم از مردانشاه که از آزمونش سربلند اومده. بعد از مبارزه با مردانشاه باید تصمیم میگرفتم، باید انتخاب میکردم که ابتدا کین خون پدر رو بستم یا برای نجات سرزمینم بجنگم. علی باید بریم اینجا. صحرای ملعون، بیابان وحشت و فکر کنم اینم مرد آزمایی. بیابان وحشت باید بریم 3 ساعت و خورده ای دیگه. خب اینجا ما ویدیو رو قطع میکنیم. بذار ببینم اینجا چیه. صحرای ملعون به اینجا میشه همون بیابان وحشت رو میریم که ادامه دار باشه بهتر. خب شما رو به خداوند حنان و منان میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.